فدای سرت که نشد آقای رونالدو. چطوری انتظار داشتیم با تیمی قهرمان جهان بشی که بیشترشون از تو متنفرن و آخر بازی و موقع خداحافظیت از جام جهانی حتی بهت یه دلداری ساده هم ندادن، در حالی که رقیبت یامال جوون تو رو به آغوش کشید. وقتی بهترین هافبک پریمیر لیگ آمارش توی 5 بازی 0 گل 75 بار لو دادن توپ و فقط یه پاس گله، جلوی اسپانیا هم برای مهاجمای تیمش هیچ موقعیت خطرناکی نساخته، چطوری انتظار داشتیم که گل بزنیم؟ درسته قهرمان جهان نشدی و این آخرین جام جهانیت بود، اما همه میدونن که پرتغال قبل از تو هیچ افتخار مهمی نداشت و تو بودی که به این تیم شخصیت بخشیدی و قهرمان اروپاش کردی. اما این سرمربی و بازیکن‌ها رفیق و همراه تو نبودن. تو بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای توی تاریخ یوروها گل زدی. تو بیشترین گل ملی رو در تاریخ ثبت کردی. تو تنها بازیکن تاریخی که توی 6 جام جهانی گلزنی کرده و 10 رکورد دیگه که همه نشون میدن چرا فوق‌العاده و شایسته ستایش. پس دوباره میگم آقای رونالدو، فدای سرت که نشد. تو تا ابد توی قلب فوتبال دوستا جا داری. شما هم همین الان ما رو دنبال کنید تا از اخبار و اتفاقات تلخ و شیرین دنیای فوتبال جا نمونید.